دوستان عزیز، همراهان گرامی، سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب و خوش باشه. این لونه رو نگاه بکنین چقدر تخم داخلش هست. به نظر این غیر طبیعی میاد، چون یک فنج نهایت 7-8 تا میتونه تخم بذاره. این که 14 تا تخم داخل یک لانه باشه به نظر غیر طبیعی میاد و امکانی که اینا همه جوجه نشن خیلی زیاده، چون فنج نمیتونه همه اینا رو زیر خودش بکشه و همه رو گرم کنه. پس این احتمال وجود داره که تخمایی از قبل هم داخل این تخما قاطی شده. برای اینکه شما بفهمین که کدوم تخم نطفه داره و کدوم یکی نیست، شما میتونید نورسنجی رو انجام بدین. به این صورت که یکی یکی تخما رو وردارین زیر نور بگیرین و اگه دیدین که رگه های خونی توشون هست و نطفه تشکیل شده، این نشون دهنده این که پرنده تخمای نطفه دار داره. و اگه دیدین که نه داخل تخما سفیده، نشون میده که تخمای توی لونه نطفه دار نیست و باید از لانه خارج بشه، چون پرنده قادر نیست که همه اینا رو زیر پر و بال خودش بگیره و گرم بکنه. و این احتمال هم وجود داره که این تخما از جوجه کشی دوره قبل تو لونه مونده باشه و پرنده دوباره اومده تخم گذاشته، باز دوباره روی همینا خوابیده. ما باید سریع اینا رو خارج کنیم. خب اولین کاری که میکنیم یکی یک تخما رو نورسنجی میکنیم و تخمایی که رگای خونی بسته شده و نطفه دار هست و علامت میزنیم و اونایی که نگاه میکنیم سفید رنگ است، اونا رو یک فرصت یک هفته‌ای بهشون میدیم. احتمالش هست که جدید گذاشته باشه و هنوز رگهای مشخص نشده باشه روش. پس اونایی که رگهای خونی تشکیل شده و نطفه دار هست و علامت میزنیم و اونایی که هنوز رگهای خونی بسته نشده و نطفه دار نیست، اونا رو یک علامت دیگه میزنیم و یک هفته فرصت میدیم. و بعد از یک هفته اونایی که شک داشتیم که نطفه دار بودن یا نه، یک هفته بعد مشخص میشه. اگر رگهای خونی بسته شد، اونا رو نگه می‌داریم میذاریم توی لونه باشه و اونایی که رگ خونی بعد از یک هفته بسته نشد کلا باید از لانه حذف بشه و خارج کنیم تا پرنده فنج قشنگ بتونه اونا رو زیر پر و بالش جا بده و اونا رو گرم بکنه. خب میریم که این تخما رو یکی یکی نطفه سنجی کنیم و مشخص کنیم که کدوم یکی جوجه توشون هست و کدوم یکی نیست. تخما رو یکی یکی از توی لونه بیرون میاریم و میذاریم زیر نور. ما اومدیم و تخمایی که کاملا داخلشون سفید بود زبدر زدیم با ماژیک، با یک ماژیک که وایت بورد نباشه، که پاک نشه رنگشون. تخمایی که سفید بود داخلشون و هیچ رگ خونی نداشت و علامت زبدر زدیم. و این تخمایی که داخلشون یه رگه های تقریبا بود و یک لکه های دیده میشد، اینا رو علامت یک نقطه گذاشتیم روشون. اینا رو هر دوتا رو میذاریم توی لونه با احتیاط، که چون اینا خیلی حساسن و میشکنن. ما الان چند تا رو بی احتیاطی کردیم و چند تایی رو اینجا شکست. اینا دیگه اگه یک سوراخ ریز هم بشه دیگه قابل استفاده نیست. خب اینایی که علامت زدیم رو میذاریم توی لونه و یک هفته بعد دوباره بریم اینا رو نورسنجی میکنیم. اگر اینایی که این سمت از سفید رنگ بودن، اینا بعد از یه هفته دیدیم که رگ بسته شده، نشون دهنده اینه که اینا نطفه داره و احتمال اینکه جوجه بشن هست. و اینا اگه دیدیم نه مثل همون حالت قبلی هفته قبلشون هستن، بعد از یک هفته، اینا نشون دهنده اینه که این نطفه‌ای که داخل این بوده دیگه از بین رفته و رشدی صورت نگرفته. اما دیدیم اون لکه سیاه رنگ داخلشون بزرگتر شده و تخم داخلشون رنگش تیره تر شده، این نشون دهنده این که این جنین رشد کرده. و اینم اگه دیدین رنگ بسته شد، نشون دهنده این که اینا نطفه داره و جنین در حال رشده. و اگر دیدین دوباره نه، بعد از یک هفته کاملا سفید مثل حالت اولیش، اینا نشون دهنده اینه که این تخم نطفه دار نیست و باید حذف بشه، تو لونه برداریم. خیلی خوب، اینا رو میذاریم تو لونه و یک هفته منتظر میمونیم. خب دوستان عزیز، امیدوارم که از این آموزش نهایت بهره رو برده باشین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. موفق باشین.